امروز در نیویورک مجمع کلی سازمان ملل متحد افتتاح خواهد یافت. برای اولین بار رهبران کشورها و حکومت‌ها در سطح عالی موج مهاجرت و پناهجویی میلیون‌ها نفر را بررسی نموده، سعی می‌کنند که کشورها را به برخورد مشترک بشردوستانه تشویق نمایند. سازمان ملل متحد این مجمع را امکانی تاریخی تهیه سند برای عکس‌العمل بهتری بین المللی در حل مشکل مهاجرت و پناهندگان ارزیابی می‌کند. حامیان حقوق بشر پیشنویس این سند را تنقید کرده می‌افزایند که طبق نقشه آن دارای مقام مشورتی بوده، اجرای آن مجبوری نخواهد بود. به قول حامیان حقوق، مشکل مهاجران و پناهجویان با واکنش جدی‌تر جامعه جهانی نیاز دارد. احتمال 20 سپتامبر بعد مجمع کلی سازمان ملل متحد با تشبث ایالات متحده آمریکا جلسه رهبران 40 کشور عالم دایر گردد که در آن واکنش بیشتر از جمله تقدیم کمک، قبول شماری بیشتر مهاجران، تعلیم و معارف و پیشنهاد جایهای کاری برای مهاجران و پناهندگان بحث شود. فعلا بیش از 65 میلیون نفر در حال حرکت در گوشه‌های مختلف دنیا می‌باشند. از این میان بیش از 21 میلیون نفر از مناطق جنگ زده شبیه سوریه و یا گرسنگی و تعقیب فرار کردند. 8 کشور عالم، ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپیا، اردن، کنیا و اوگاندا بیش از نصف پناهندگان دنیا را قبول کردند. امسال در مجمع کلی سازمان ملل متحد از نام تاجیکستان شام روز 19 سپتامبر وزیر کارهای خارجه سیراج الدین اصلو سخنرانی می‌کند.